بابا شما میبرون تا علفا با میاین تماشا. تو شیکو تو چکی میری جهانه بیا زیارت کنی سجفر آغار همیشه دستگیری بی کسانه یا باشه گیلگی تا خونه کده میایی شمالی و بدستانت کجا شد میگم بله عقل کمال به کفتتو کنم پرتوی میدی نمیدی خب مرض تو مگه عقل نداری که من 5-6 شو از تو کلونترم به من نگی گیلک ما چه کارتونم هیچ چه کاری من گیلکی دیگه ما درسته من گیلکم ما چه کارتونم برار منی خب من منجور ندارم تو برار منی خب منجور به سر اسمتونه خب چه نمیشه لالا بگی به من خوب عجیبت میگم لالا سیه خوب واقع چیز کن چه کار کنم برو خاطر که چیزه نه گفته که به اول که با ما گفته با گفتم من نمیتونم یا پیش ما گم میشه یا مثلا به چه مردم میستن از من انا برو غلا که دیگه خیلی رامونه واکو سوار شو برو خوب برو بزو غلا بفهمیدی بله انا برو بزو غلا انا چیز کو انا خوار تو به دست تو چیز میدم چی؟ انا 12 تا نون خونه خود یک بشکه ماسی بفهمیدی بشکه سلیتری خورده من بالا خیلی مقبول بشی باردار بیالک بده آلی گوسپنده پیش که ایله کنم به می قیافه نمیخوره که می 4 تا گوسپنده خیلمو که بچه رو نو خب من می شیشته میانه میگم تو برو خاطر یکم ما دوماد ما خوش من نمیای بعد جنگ کردم خودیو دو با من میگه تو چرا بیامد اینجا کفترها رم میدی و فلان به آمدان کفتر ممنوع تو مینو رو به هوا میکنی راست میگه دیگه گپ گنده میگه من بعد محمد گفتن دیگه به سلاشو من نمیم برو نونال وردار بیاید نونال وردار بیاید بده گیلا همین گوسپنده پیش تو گم میشه تو بخیر برو همون نونا بیا چه کار میشه بابا دومات ماما میگم خوش من نمیاد جنگ کردم من برو مگه میاد نال گوسپنده پیش تو گم شه جواب بابا چی بگو همه گوسپنده رو مشکل نمیتونم وقتی که خدا یک بشکه به تو بدونه که رنج تو مثل رنج من گل شه گیلا آنی من میرم با گوسپنده گل شه به خیر من نندازی نه تو هم مثل که به چی شیر خوری سراخ کردی وقتی مشکل بکنم مگر بده برو بده سکو مشار نخوره بده نه کدوم یک از اینا بگیرم نه همون گوسپند کلون گوش چیری در بگیر بیا که بریم که وقت میشه بخیر قانال نه چیزه به پیار ما زنگ نمیزنیم نمیگیم زنگ ما چه کار کنه دیگه یک گوسپندی با برار مره و نداره پیار تو بچو همه که گوشیر گربه جویده آه دیگه کلون همونه با ساعت اینو چی میگه کجا میری بابا نه این گوا مرض گرفته تو سکیقیق میکشه که با گوسفند مدام کنه این لک چه کار میکنی بگیریم ماما بگیریم ماما گوسفند بگیریم ماما نه میبر ماما بگیریم گوسفنده تو همین گوسفند چی رقم بیاوردی مادر تو که نیم ساعت میشه بابا مادر مگو تو می گوسفند بگیر خودی با تیلا کن گوسفند بگیر گدن گوسفند پتور دیده فوق قلم که بگیر که خور منازه به شلیا مردم منازه مور به جنجال منازه کمی گردن لبسته میکنی کچ کرده خودی خو میآوردی یعنی برا بتر شلیا را چی سه میکنی فقط تو به نون خوردن تیا ما به شما خونه نمیآوردم بگیر جلویو بیای همین حیوان بر راه میره و رمی تو بابا مادر من میگم مادر شما یک بلگ چیزی ور داریم من میگم گوسفند به دست خو بگیریم من میرم مادر تو آخر به ما گفت اگه سایکو گیلک چی شد گم شد از کی که مادر تو آماده این چی رقم گوسفند تو میاری نداریم به رادیو چکه
تو هم مال خود تو راه رفتن نمیتونی سر گوشتر راه میری فقط نون نخوردی هی گیل یک نفس بر من نکتی نفس با قربان دم دروازه میشم لیلی صدا تور میشنوم بزغاله میشم لیلی صدا تور میشنوم از دور و نزدیک لیلی مثال قمشه خارتازه میشم لیلی آخ لیلی 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 من نمی خیلی لیلی تور نمایم ما خیلی لیلی چرای سلام بابا اشتنیم خیلیت جانجارت یا هستیم خیر خیر جانجارت تو ما به درد اومد همین حد درای امیر تیار کنن که این موتور راحت بیای خب چی گپای بابا چرا تکبر رفتیم بابا با شهر دیگه باز اونجا شهری شدیم دیگه بابا به خدا سه شه و نانه میگه پیار تو به فکر زندگی ما نیم بابا دیگه دیشای سه شی به ما میرسه که لاقل برون خونی هم دوست رفیقا و قوم خیشا کجای گپای بابا خونه نانی جان ببینیم یا خونه قوم خیشا قوم خیشان برفتم نانا جان تام برفتم خبر بگرفتم مریض بدور به دکترم ببردم بابا جو شکر خدا خوب شده بگو مشته بیدم بابا تام خوب بود بامرو تخفون قرار ششته بودم تا وقت نماز خو میخوند و چای سبز گیلاک نگفتن گیلاک نوردن باور کو 200 دفعه با گفتگار این کرادار دفعه آمدیم گیلک جون خودیم بیاریم خب اشتاس خود شما بیاریم ها کجای گیپاک برور تو چی گیپاک برور تو کجا گیپاک همین نیم ساعت پیشتر برم به زوغله بابا جای زمینا که خشک یا خی گوسفندا به کجای لکردی میبردی اون تمیز زمینا بالا میبردی این بلگا در اختار میخورن نگه بلگا کوتای قطای نمیرسه کو گوسفند دیگه شما بابا جای اینا کو 4 تاه گوسفند دیگه ها کو یک دیگه خو گوسفند دیگه خو چه دیگه مادر ما گفتم که ابرار ما چی بیتاره کی بیتاره نه چیز نه ببرنم به خونه نوی چی گفتی بابا یک بار دیگه بگو گفتم نانه ما گفتم خب انا برار معلوسی خوربه کرده تقریبا 2 ماه شما نرفتیم خبر نگرفتیم خیر باشه او ما خود من رگ جون من برار من از این گوسفندا یکی میبره من گیل ماش به شما زنگم میزنه گونه ما پیارتو از گپ من نمیگرده انا برداشتم ببردم به خونه نوی مامامه 33 بلام بمرد براریو کسی به خونه نوی گوسفند میبره آخی به خونه نوی که ببردی در جان پیالی میبردی 2 تا فنوس شیشگی میبردی شما یک گوسفند کتا دنبر ورداشتن ببردی به خونه نوی نانه من دیگه سر ترشیان نانه منه دیگه ما بگفتم نانه شاید که پیار ما مثلا گپ بزنم مگم چرا گوسفند میبری 13000 گوسفند قیمت نه چرا میبری گفت پیار تو گفار نمیزنه پیار تو میلیلا خیلی مایه انا باشه که چیز کار فلانه تام گوسفند از قبال بدر کردی ولی چی میبردی دیگه بله پره رو امو پره روزا که شما امروزی که برفتیم پشت کشتوندیم گوسفند ببردم اینا برای چی نمیتونستیم یک زنگ برای ما بزنیم که ما همین سرتراشیل بکنیم ما این گوسفند ببریم یا نبریم چرا برای ما مصلحت نکردی ما عقل کمال نداره خود با نانه میگفتم نه پیار تو اصلا به پیار تو بگم به زمین تر و تمیده او به خسیر بیره خو به کل نمیگه که چه کار فلانه کال گوسفند بردشیم ببردی امروز شاید بیر فشیده باشن شاید دور بخورده باشن به یخچال نامنجمد شده یعنی از دست تو زن ما چکار کنم خوب تو بیا گوشکش شما هم کسیر بدیدیم که یک گوسفند تقریبا 14-15 هزار ور داره ببره به خونه نوی کسی پیدا نمیشه که 1000 پر ببره شما گوسفند در عقبال ورداشتیم ببردیم به خونه نوی ماما خود تو بردی چی میفهم نانی میگفته دیگه که سرپرست اول شما نیم که شما نباشیم نانی منه آخه هم سرپرست که نانه تو نم یک زنگ نمیتونست به ما بزنه که من این کارو بکنم یا نه به خدا نانه ما خود شما شوخی داره خود چی میفهم که زنگ زده یا نزده مادر تو به سرای کی؟ مادر تو خود اگه مادر ملوه اینجا به تسرای گوسفند میچرونه شما بابا یک چیز میزی به شهر برفتیم بکشیدی تو مادر تو دستا شما یکیه و فهمیدی اگر تو نمیگدیشتی گیلک پایی را میگرفتی میگفتی ما گوسفند نمیدوم مادر تو این کار نمیتونست ببره تو هم ریزی بودی با شما ما تو این نورالله کدو وقت دست خود به کسی خود کردیم 1 پوند سیدی بداد برای شما بداد خب بره ما واقع نکشیم به تگوش ما بره با بیلا پیار سخت دارم من هانی بابا دست کته سلام علیکم بابا و علیکم بابا جان گوش کش که چی میگم به تو چی میگم به چه خوب بگردن خب آجل یک میری بخونی ماما خو
گردن گوسپند بسته میکنی تیز ور میداری میاری به سرا. بابا بعد گوسفند 3 روز میشه. من میگم 40 روز بشه. بفهمیدی مادر تو خوب سوء استفادهگر شده. بیام نه به من زنگ زدیم نه چی گردن گوسپند و برداشتیم بسته کرده که به خونه نوی بردیم. کی دیدیم که گوسپند خونه نوی ببره؟ یک دست پیاله می بردیم، یک دونه فنوس شیشگی می بردیم و من تاجرم به سر تخت سلطنتی و پولداری ششتیم که شما گوسپند ور بداریم به سر خود به خونه نوی میبرین. سگو به چه خوب بگردم من از تو گله دارم. تو که گوشی داشتی 24 ساعت به تک گوشی یاد داری گیم بازی کنی. سر تو به تک گوشی باشه، دو چشم تو به تک گوشی باشه. 10 دفعه به تو میگن خیلی به تک گوشی نگاه نکن که چشماتو ضعیف میشه. این تا کارا یاد داری. نمیتونستی گوشی بدر کنی کسی خو یک زنگی بزنی که بابا جو مادر مرو خود گیلک ما هم گوسپند که تو دنبر ور دارم ببرم به خونه نوی. خاله بابا من چی کار دارم؟ اونا کلون بودم دیگه ببردم. اونا کلون؟ پا تو چی؟ تو هم کوز به خونه میتونستی یک زنگ خفه چوبی به تا زمینا بری به من خبری بدی. خاله بابا ما این چکار کنیم میته به سر میکشیم بریم به سر از اونا خیلی. حالا من خودی از اینام کار دارم. آجلیت میری به سلام اما خون میگی پیار به سلام بگفته بعد از سلام خونه نوی بی خونه نوی همین گوسپند گردانی بسته میکنی به دست میدین که ما ببرم به سلام. خوبه هره میرم. برو دیگه. خب خود شما خود کلونی تیار کردیم به خونه. خدای پیار منه برفته به شهر بیامده تخت نشه. کاره با میخندی تخت پیار من نشه. پیار نشه؟ بچم نون چی خورده به شهر؟ شهر نون چی خوردن؟ نون چیزی بخورن نشه میشه؟ چی میگی گیلا؟ چه کار البم آجبار بابا یار شاید 2 قرار و 70 من مگس به 42 مدر به جمع شده باشه. چرا؟ اول پیار رده که بوشکی ما سورده جمعه که زد به سر بود. من میگی مگس چم شده به 4 شو مگس با ماسا که بگیستی بفهمی سر کله بله که چرا بوشکی ماسا پیار تو به کله مادر تو بزنه. سر کله بله توی وقتی که دست پیار خود سر کله مادر من پر آبازه گیده گرده نشده من خندیده نیجا خنده نیجا که مو پیار من بخنده شده. البم مجبار با شرطی کرده حسابی که پیار من بخنده شد. پیار من بیته میخنده که زوف که به شوخی سالتا ماسا زده پیار تو گوسپند وردشته ما برده مخونه ماما من لیلا با 3 شوی پیشته خب به خونه نوی. پیار من به شهر رفته به خونه ببومه بیا آمدم میگه گوسپند چرا ببرده به خونه نوی. مادر من گفته که چرا برار ما برار مکی بیتاره حق نداره یک گوسپند 10,000 یا بیشتر یا کمتر قیمت نه. پیار من حساب قرار تو موسول که بزد دید که مادر من سفید شد. پیار من شروع که بخنده من گیلا از این 4-5 تا گوسپنده که مدام به جلویتون از اینا خونه نوی خونه نوی نانه مثل سفیدی که یعنی گیلا آفرین نورالله که امیت دوماده داره که به زوی امیت گوسپند میباره. پیار تور که من میشناسم او کنه تو همه سکت نشه نولیلا خود دوماد مانه دیگه. پیار من گوسپنده برده ما آفرین ما بیخی گانس کردی تو پیار من نشتاری براد نگد که پیچه در پیچ کردی خود تو یک دم میگی مادر من به بشکی ما زد یک دم میگی پیار من میکنی باشی پیش خود بکنم تو بیشو برالیه میگو تبال من نانی مر به تا دوغا قطع دادیم پس بالا کشیدیم. سرای عبدالمجید در سلام مبرسه کشته که داده کاش که من میتخیش آمدشتون که گوسپند میاردن. خب اون پس بستانه خب اون زدن خدا گفتک بزر دندون شنگی نمیره پس بزد و پس هم میره گوسپند میستونه. نزن مادر من میفهم یعنی میگم پیار تو مادر تو بزد با پس گوسپند میره میستونه. کی داده بدین گوسپنده؟ سراس پیش حالی اور بکشته بفروخته یا بفروخته یا اور بکشته بفروخته باشه نورالله دومات شما چی چکه چوری. تو تا حال دومات خود لش نفتی من میشناسم.